با درود به نهمین قسمت از جنگل‌های هیرکانی رسیدیم. امروز جمعه 7 مرداد 1401 هست. من بعداً عرض کنم که این برنامه به صورت تقریبا زنده، یعنی بلافاصله بعد از تصویر برداری میره تو اینستا و هیچ گونه اصلاحیه صورت نمیگیره، مثل زنده است و در واقع بخواد اصلاحی هم صورت بگیره من زیاد وارد نیستم حقیقتش. بر همین بعضی جاها خطاهای لفظی وجود داره، مثل فرض عرض جغرافیایی که دفعه قبل عرض کردم. من هر دفعه متوجه بشم در این مرحله شروع میکنم به اصلاح. مثلا فرض کنید که در آستارا که حدود 39 درجه بود یا 38 درجه و 54 دقیقه و چند ثانیه، بعد رودبار میشه 37 درجه و 55 دقیقه. قبلا اشتباه بودم 38 درجه. به هر حال ما ادامه میدیم بحثمون رو از رودبار تا باورود، یعنی تو عرض جغرافی 37 درجه و 55 دقیقه تا 36 درجه و 38 دقیقه باورود. در برنامه گذشته ما قسمت‌های میانبند، جنگل‌های میانبند رو صحبت کردیم که تبعاتش چی بوده، نوع نگاهمون نگاه یکسان داشتیم و پذیرفتیم فرض کنیم که علم موافق با قطع درخته که نیست. همه میدونیم اشتباه اول ما این بوده، مغایر با علم عمل کردیم، معنای واژه علم. و طرح جنگلداری هم یه طرح به جایی بود. خب میدونید طرح جنگلداری دو نوعه، یکی با نگاه کلاسیک که همون از غرب اومده که با قطع درخت موافقه، یه طرح جنگلداری با نگاه دانش با رویکرد دانش بومی جنگل که او با قطع درخت موافق نیست، یعنی مطابق با علم عمل میکنه. که انشالله وقتی که ما اومدیم یک وقایع نگاری کردیم، میشه گفت یه نقدی کردیم از طرحهای جنگلداری با رویکرد دانش سنتی غرب، اون وقت برمیگردیم ببینیم که دانش بومی جنگل طرح جنگلداری رو چطور میبینه، جنگل شناسی رو چطور میبینه، اکولوژی رو چطور میبینه، بهره برداری رو چطور میبینه، اقتصاد جنگل رو چطور میبینه. همه اینا باز خواهد شد. مشکل ما این بوده که این واژه ها معنا نشده بود و نتیجه این شد که ما بریم یه تعداد بسیار زیادی میلیاردها درخت رو قطع کنیم و تبعاتش رو امروز ما میبینیم. حالا ببینیم که این دانش کلاسیک طرح جنگلداری نگاهش چگونه بود. نگاهش بسیار سطحی بود و عرض کردم که مثلا در دامنه میانبند هیچ توجهی نداشت که اصلا امکان زادآوری وجود نداره، یا اینکه خاک تکامل نیافته است، هوموس تجزیه برگا تشکیل هوموس به سختی انجام میگیره، جز اینکه در جاهای به هر حال میکروکلیمه هایی که اقلیم مرطوب دارن. خب این مرحله رو طی کردیم. حالا ببینیم که بین همین عرض جغرافیایی که متعلق به سپیدرود هست تا باورود تو راشستان ها چه اتفاقی افتاده. آموزش ما در ارتباط با نوع دخالت در جنگل‌های آمیخته و در جنگل‌های راشستان که چگونه باید باشه و جنگل شناسی چه معنایی داره چگونه باشه اصلا ورود نکرده بود. حالا تبعاتش رو ببینیم چگونه بود. راشستان‌های این ناحیه با ناحیه اصالم که یک راشستان قوی بود، هرچند که خاک‌های اسیدی هم با خودش داشت، ولی خب در اینجا رسیدیم به جنگل‌هایی که از همین سیاکل حرکت می‌کنیم میریم به سمت تا باورود. راشستان‌های ما اکثریت عرصه‌اش سنگ‌های آذرین بیرونی داشته و دارد. نگاهی به این سنگ‌های آذرین محدودیتش چی هست، چه پیامی داره وجود نداشت. دو نوع سنگ بیرونی توی این ناحیه خیلی فراوونه، یکی سنگ‌های آذرین، یکی هم سنگ‌های آهکی. سنگ‌هایی که بیرون زدگی داره و یه نوع سنگ دیگه هم هست، سنگ‌های دگرگونه. سنگ‌های دگرگون سنگ‌های خردتر و کوچکتر هستن که جدا شده از سنگ‌های آذرینه که به طی مرور بسیار زیاد اومده چیکار کرده، حرکت کرده در این نقطه‌های ایستاده. بعضی درختان راش توسط اون درختان مادری از درختان مادری روشگاه اولیه
در لابلای این سنگ ها شروع کردن به رشد، به درختان تنومند انجام شده. من نشانه گذار بدون اینکه این دانش رو داشته باشم، این واقع دانش بومی نداشتم، نمیدونستم این سنگ چی هست، اومدم اون درختای بین لایه‌های سنگ ها رو چیکار کردم؟ نشانه گذاری کردم. نتیجهش چی شد؟ گیاه علفی سمی به نام النا، اوپریسمنوس اوندیفولیو، این اومده که ببینیم که این چه گیاهیه که به ما پیام میده، میگه وقتی شما اینجا رو درخت رو برداشتین من اومدم، این گیاه علفی داره میگه من اومدم، یعنی چی؟ یعنی که حیات اون نقطه از بین رفته. به اندازه اگر ما به اندازه یه بیل از این خاک رو بکنیم، اگه خاک رنگ سرخ داشته یعنی حیات کاملا تو اون ناحیه از بین رفت. اگر نه این خاک سرخ نبود، خاکش کم رنگتر بود، سرخیش کم رنگتر بود، یعنی آهن سه ظرفیتیش داره، آهن دو ظرفیتیش پاک شده، آهن سه ظرفیتی جایگزین شده که میدونید دو ظرفیتی حیات، سه ظرفیتی ضد حیات. اینا درسایی که خود گیاه علفی عرصه‌های هیکلی به ما میده. این نوع دانش گیاه علفی پیامش چی باشه و اینا وجود نداشت، در جنگلداری کلاسیک وجود نداشت، جنگل شناسی کلاسیک نداشت و همچنین اکولوژی الاخر. خب ما اولین اشتباه ما این بوده که این سنگا رو نشناختیم، به اینا بها ندادیم. این سنگا چی میگن؟ حالا بین سنگ آذرین و سنگ آهکی سخت ما چطور تشخیص بدیم کدوم آهکی؟ چون سنگ آهکی سخت یه مقدار از سنگ آذرین بهتره، چون کربن آذرین بیشتره. ما کافیه یک چکش فلزی داشته باشیم تو همون جنگل، به این سنگ آذرین که ضربه بزنیم جدا نمیشه ازش، لایه‌ای ازش جدا نمیشه. هرچی هم ضربه بزنیم یه پوست نازک ممکنه ازش جدا شه، ولی سنگ‌های آهکی رو وقتی بزنیم خورد میشه. اینا تجرباتیه که بنده توی عرصه جنگل پیدا کردم. ما هم هیچ وقت کسی به ما نگفت یه چین تستی رو بکنید تو عدن، اگر جواب داد مثلا برید نشان‌گذاری کنید. حالا اما در این ناحیه، این مخصوصا تو میریم به سمت نوشهر، جنگل‌های کوجور رو فرض بفرمایید که تا میریم جنگل‌های ویسر، چنین سنگ‌ها وجود داشته. نشانه گذاری که فرض کنید توی نشانه، یعنی آموزش دهنده میگفت در اصالا همون جور فرض درخت نشانه گذاری میکرد، در ویسر هم همون شکل. نتیجه چی شد؟ در روی سنگ‌های آذرین و دگرگون و ارزم حضور شما آهکی‌های سخت تمشک اومده. تمشک فراوون. برای همین تو دانگ تجدید نسل که باعث زادآوری می اومد پر از تمشک شد. عرصه پر از تمشک بود. سال 58 که روایت کردم یک عرصه وسیع پر تمشک شد. اما ولی که این تمشک شد چه جوابی داریم؟ داره میگه که جنگل پرورش نیافت. جنگل تخریب شد. پس وقتی تخریب شد من نباید برم 2 مرتبه از این جنگل درختی رو بردارم. اومدیم چیکار کردیم؟ 2 مرتبه تجدید نظر کردیم، باز هم درخت برداشتیم. یعنی داخل تمشک درخت رو برداشتیم، گفتیم که حالا بیایم مثلا نهال بکنیم که هیچ وجه اون درخت راش نمیشه. این خطای فاحشی بوده توی این منطقه از ارزم حضور شما که راشستان‌های سفید رود تا بابالرود رخ داده. این وضعیت رو ما رفتیم توی عرصه‌های لاویج، سوردار، همین شکل. عرصه لاویج قطورترین درختان رو داشت روی عرصه‌های پرشیب، یعنی شیبش واقعا از بعضی جا به 60 درجه میرسید. نشانه‌گذار راحت اومد نشانه‌گذاری کرد که نباید این کارو میکرد. یعنی نه شیب ملاک بود، نه سنگ آذرین ملاک بود، نه سنگ آهکی سخت ملاک بود، نه دگرگون ملاک بود. اصلا اینا مهم نبودن. ما فقط می‌بایستی بریم همونطور که عرض کردم درختی رو برداریم. نتیجهش این شده که هیرکانی یک باره خودش نشون داد که من به قهقرا رفتم. و من تعجبم که اگر واقعا یونسکو بدونه که بر هیرکانی چه رفته، امکان نداره به عنوان میراث ملی اونو ازش حمایت کنه، میراث ملی جهانی. و اونایی هم که رفتن دفاع کردن از این وضعیت آشنا نبودن. حالا چه استاد چه کارشناسش آشنا نبودن. چیزایی رو نشون دادن که خیلی جاها غیر از اون بوده. شاید یه جاهایی بسیار خوب رو نشون دادم. بعضیا فکر میکنن که من وقتی میگم که این دیدگاه غرب که اومده باعث خرابی جنگل شده، من با غرب مخالفم.
با دانش غرب مخالفم. نه، غربی که اومده جنگل ما رو با اون مدل‌های خودش به تخریب برده، نه برای علم ارزش قائل شده، نه برای دانش بومی ارزش قائل شده، نه اینکه این واژه‌ها چه معنایی دارن. نتیجهش این شده که ما به یک سری تخریبایی رسیدیم که نمیشه اصلاحش کرد و احیاش خیلی سخت شده. این تصور رو دارن که من مثلا ضد غربم. نه، غرب خیلی چیزهای خوبی هم داره، ما ازش استفاده هم میکنیم. هر کشوری دیگه غیر غرب هم بیاد، چین هم بیاد، غیر و عرضم حضور شما کشورهای عربی هم بیاد، هر کس می اومد چنین ایده ای رو پیاده میکرد، خب من باش، نظر من همین بوده، فرقی نمیکرد. حالا یه استثناء فاو اومدن، کارشناس فاو من قبلا تو برنامه قبل عرض کردم که اینا ضد جنگل بودن. نکته دیگر این که ما وقتی که می‌آمدیم درخت و طرح جنگل کلاسیک، نگاهش این نبود درخت پدیده ساز هست. یه درخت 4 تا 5 نوع پدیده نو ایجاد میکنه. اولین پدیده سازیش اینه که با نبودنش گیاهان علفی پای درختار از بین میره. هیچ کس تا الان نگفته عمر گیاهان علفی، فرض کن آسپرولا، فرض کن مرکوریا، فرض کن سانیکولا، هر گیاه دیگر عمرش چند ساله. تحقیقاتی که خودم کردم به این نتیجه رسیدم این گیاه عمر بسیار بسیار طولانی تر از درخت قطور قطر 3 متر، 2 متر، 4 متر مثل بلوط بلند بازو 5 متر یعنی 1500 ساله از اونام عمرش بیشتره. اینا همه اینا رو پژوهش کردم، پژوهش میدانی طی سالها متوجه شدم که گیاه علفی عمر بسیار طولانی داره. هنوزم دقیقا خودم هم نمیدونم چند سال عمر داره، ولی میدونم از درخت عمرش بیشتره. چطور مونده این پدیده؟ با بودن درخت، با سایه درخت، نیاز به سایه این درخت بلوط و راش و امثال هم داشته. ما درخت‌ها رو قطع کردیم، این گیاهان علفی پای چندین قرن که عمر داشتن رو به قهقرا بردیم. جاش چی اومد؟ جاش تمشک اومد، سرخس پنج‌عقابی اومد، الی آخر. اینا باعث شده که جنگل به قهقرا بره. وقتی که حالا بحث چشمه‌ها و غیره اینا رو هم که قبلا توضیح دادم. ببینید ما با قطع درخت یکی از چیزاش اینه. دومین کاری که درخت میکنه اینه که پدیده سازی میکنه، تنوع زیستی ایجاد میکنه. سومیش اینه که درخت اکوسیستم جنگلی رو میسازه. بنیان شکل‌گیری اکوسیستم جنگلی، خودمون میگیم جنگلی، اکوسیستم جنگلی. اکوسیستم جنگلی بنیان شکل‌گیریش درختان هستن که در گروه‌های درختی 100 تا 300 متر مربعی اینا همزاغه هستن. هم گیاه علفی پای درختش همزاغه است، هم خود اون درخت‌ها و درختچه‌ها که خارج از این 300 متر چی میشه؟ دیگه زاغه‌ها تفاوت میکنه، گیاهان علفی هم تغییر میکنه. در واقع با تغییر گیاهان علفی روشگاه کوچیک رو تفکیک کردیم که بنیانگذار یک اکوسیستم هستن. ملاحظه می‌فرمایید که دانش کلاسیک با دانش با رویکرد دانش بومی تفاوت از زمین تا آسمونه. من این کلاسیک‌ها رو عرض می‌کنم خدمت شما چگونه با این نگاه جنگل‌های هیرکانی به تخریب رفت و ما با رویکرد دانش بومی اگر عمل می‌کردیم قضیه فرق می‌کرد. که اولین نگاه دانش بومی اینه که ما به هیچ وجه درخت رو قطع نمی‌کردیم، از مواهب درخت استفاده می‌کردیم، مواهب شناسی رو میبایستی یاد بگیریم. به هر حال خوشحالم از اینکه به عرض بنده توجه کردید. وقت من محدوده. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدار شما.